سلام دوستان، امروز اومدیم تا با هم بررسی کنیم تا ببینیم معامله ملک وقفی به چه صورته. باید خدمتتون عرض کنم همه شرایط همون ملک های دیگر رو داره به غیر از 3 نکته. نکته اول اینه که خریدار ملک وقفی فقط مالک اعیان یا همون ساختمون بنا شده روی زمین وقفی میشه، نه مالک عرصه که همون زمین وقفی. نکته دوم اینه که املاک اوقافی دارای 2 سندن، سند عرصه و سند اعیان. و نکته سوم اینه که برای خرید املاک وقفی حتما بایستی اجازه از متولی یا اداره اوقاف گرفته بشه و استعلام لازم در مورد این ملک وقفی از متولی وقف گرفته بشه.